بابا من یه بار آخه من چه کارم؟ من کی هستم؟ من این ویدیوی مزخرف رو گرفته بودم. نمیخوام دوباره برم این بازی کثافت رو بازی کنم. ولم کنی آقا بده. نمیکشم دیگه. بله همونطور که فهمیدید من یه بار این گیم مزخرف رو گرفتم ویدیوشو، ولی ویدیوش خراب شد. من دیگه نمیخوام آقا، من حالم از این گیم به هم میخوره. من سر ویدیو قبلی که گرفتم و ویدیو خراب شد اینجا تخته بود، یادتونه کسایی که چند دسته دارن میدونن اینجا یه تخته است، من روش مینویسم. الان تخته نیست. چرا؟ چون ویدیو قبلی من انقدر فشار خوردم این بازی زدم اینو انداختم شکست تخته. الان دوباره اومدم این بازی برم. عالیه. بریم شروع کنیم نیو گیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب حرامزاده الان میخواد تو بشکه بیاد بیرون، اون چکش به اون درازی رو بکنه تو کونش. حاجی دفعه قبلی که یه ویدیو قبلیه رو الان براتون یه سری تیکه‌هاشو میذارم. خیلی لگ بودم بچه‌ها، خیلی لگ بودم. اصلا به خاطر همین ویدیو خراب شده بود. چون اینجا رو یه جوری وحشتناک لگ خورده بود اصلا نمیشد بذارمش توی. بابا برو دیگه حرامزاده. الان بیا فشار شروع شد. بابا چکش بی‌ناموستو در بیارم اونجا. هنوز اولشی، هنوز این درخته اولین. یه لحظه وایسید، یه لحظه ببین باید بگیرم توک این شاخه، توکشو باید بگیرم. بابا میکروفون چرا اصلا اون وره؟ میکروفون داره یه ور دیگه صدا میگیره. صبر کن. خب الان این توکشو بگیر، حالا بنداز خودتو بالا. بابا باریکلا برو، حالا دی پاگی مهم نیست. برو وای فشار نخور امیر، فشار نخور. ببینید من هنوز اول ویدیو دارم فشار میخورم، به خاطر اینه من یک بار 1.5 ساعت این گیمو بازی کردم ولی ویدیوش خوب نه. هنوز حرف میزنه. خفه شو حرامزاده، خفه شو. گو نخور ما تازه شروع شد گیم. میشه گو نخوری؟ نمیشه. ببینید چقدر حرفه‌ای شد. ببین اینجا باید عشق کردی حضرت عباسی. بابا چرا تصویر میپره؟ Then what you're about to go through might be too much. وای این Feel free to go away. این چرا خفه نمیشه؟ I'll be here. گو نخور حرامزاده. Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take. خفه شو مرتی که خفه شو. سازنده این بازی مادرت خیلی خوشگل و زیباست. Always, even your mistakes. میشه زر نزنی؟ This game is a ممنون. homage to a free game that came بابا out in 2002. یه دقیقه خفه شو حداقل. The author of that game was Jazuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. The B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough, unfriendly to آروم game باش امیر، آروم باش. به خودت مثلث شو، مثلث رو به خودت بشو. چه گیم مزخرفیه که اصلا با کیبوردم نمیخواد، فقط داره با موس منو فشار میده. وای لعنت بر. بابا اون چکش بیناموستو بزن زیر اون دیگه بیناموس ترت که خودتو بکشی. بابا آروم باش. چکش حروم زادتو کنترل کن. وای چرا اینقدر چکشت درازه؟ اصلا تو چه گوهی خوردی؟ چه جرمی مرتکب شدی که یه چکش بهت دادن اندازه پدرت، کردن توی دیگ اندازه مادرت و گفتن برو بالا از کوه؟ چه جرمی مرتکب شدی حروم زاده؟ آها افتادم رو دو. Oof, sorry. یه چی بده من پاره کنم، یه چی بده من بشکونم، یه چی بده من برینم توش. نه آوردم اینجا که اگه دفعه بعدی فشار خوردم برینم توش. صبر کن دارم برات. صبر کن.
الان بهت میگم صبر کن یه بار دیگه بریم یعنی دیدی خیلی ها میگن نرو پارتی نکن، سیگار نکش، مواد نزن، بشین بازی کن حوصلت سر نره. اگه میخوای این بازی رو کنی برو مواد بزن. این بازی خیلی ضررش بیشتره. مزه ماژیک میده. ریدم تو این گیم. من ریدم تو این گیم. من ریدم تو این گیم. این چه بازی مزخرفی آخه؟ اصلا کی اینو ساخته؟ کدوم انسان مریضی اینو ساخته؟ نگاه کن، اصلا منطق بازی رو نگاه کن. یه پارو، یه خونه برای چی باید وسط کوه جاساز شده باشه؟ چرا یه آدم باید تو تشت دیگ باشه با چکشه به اون درازی اصلا از کجا آورده؟ اصلا یه درخت اونجوری برای چی باید اونجا باشه؟ یه پیام داشتم همین الان برای سازنده این بازی. اینو میبینی؟ این به همین شکل از این ور تو ما ساختم ما برشتم فربارو ما ندیمشتم ما ساختم جانو من نمشتم آیه تاکسی بیو شفر جونو ماشالله آخه خالی شدم حرومزاده. فیلم چیز انگار داره بازی میکنه، هی برای من آه میکنه. داری با یه چکش یه صخره وای ریدم دهنت پدر نداشتت. آخه من نمیفهمم چه اینو میبینی؟ اینوری تو ما ساختم ما برشتم که دی آیه تاکسی بیو شفر بارو ما مادرت زاده بیناموس. یه لحظه میخوام برم ترای هارد. یه لحظه وایسی برم ببینم میتونم. یه لحظه تکون نخور. یه لحظه به مستست نزن. آفرین. آروم وای آروم باش حروم زاده. بهت میگم آروم. عجب خری هستی. وای من چقدر نوب سگم تو این گیم. پرنده سایه بونت کاشکی باشم پرنده. اینا رو میبینی؟ دونه مثل خشاب تفنگ اینجوری تکی ها تو پدرت. سازنده این بازی همین آدمی که تو چکش هستی. تو چکش که نیستی البته، تو دیگی یه چکش قراره بکنیم تو وای آروم باش نه یه دونه اینو بزن زیرت. حالا اینو بگیر برو بالا. برو رو دیگه اولیه وایسا. برو رو دیگه ولش کن. آباری کلا. حالا این چکشه تو اون چکش حرومزادت. چکشت هم مثل خودت ننه نداره. میدونستی ننت بیزینس میکنه تو دبی حرومزاده. برای همین اصلا تو رو کردن توی چکش دادن دستت گفتن از کوه برو بالا. وای Keep on trying. Don't let it get to you. خفه شو گوه نخور. خفه شو من ریدم تو این گیم.
من ریدم تو سازنده این گیم. حرومزاده است هر کسی که این گیمو ساخته. وای بگیر دیگه چکشه چقدر تخمیه. چکشه تو ریدم تو چکشه. ریدم تو چکشه. چیکار کنم آجی؟ یه چیزی رو بده من برینم توش. کاغذ بده. کاغذ از همه چی ارزون تره، میشه باهاش زندگی کرد. چیز دیگه ای رو من اگه بزنم بشکونم نمیشه دیگه. پول خریدش کاغذ همه چی راحت تره. کاغذ بده. وای چرا با فرش زیر صندلی چرخدار باشه؟ فرش رو من میگیرم جر بدم. خدایا آروم باش دیگه، آروم. اینو بجو، عصبانیت تو روی این کاغذی که تو دهنت خالی کن دیگه. داد و بیداد نکن. من بودم. من بودم. به خدا من بودم. دستا بالاست. A lot of people never got past it. You prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that. وای صندلی برای چی بر رو فرش باشه؟ Most obstacles in video game worlds are fake. رسیدیم به اینجا بالاخره. Completely confident in your ability to get through them. وای چرا خفه نمیشه؟ وای Method, دستم خورد به مصطفی مانیتورم نداشتم. چی شد؟ درست. جای درستی هستیم. یا آنتراک بدیم. من دیگه نمیتونم. یه ذره استراحت کنیم بعد دوباره بیام ادامه‌شو میدم. واقعا نمیکشم دیگه. آلت فور کردم. یه استراحت. رسیدیم خدا رو شکر به یه جای خوب. به یه جای درست حداقل رسیدیم. یه استراحت کوتاهی بریم بکنیم برمیگردیم. اومدیم. یه آنتراکی رفتیم و اومدیم. ادفون چرا چوسیش خاموشه بابا؟ چوسی رو روشن کن. نگاه چوسی خاموش، چوسی روشن. ما خیلی چوسیم بابا. فرش چرا باز زیر صندلی چرخدار باشه؟ خب من ریدم توی زندگی. الان رفتم یکم آرامش خودم رو کسب کردم، اومدم برم ادامه این گیم. خیلی ساده. گیم رو باز کردیم دوباره. صدای مزخرفش تو گوشمون داره پلی میشه. خیلی مزخرفه این صدا، میدونم خیلی مزخرفه. و میزنیم کانتینیو. وقتی کانتینیو رو میزنیم دقیقاً از همون جایی که بودیم شروع میشه گیم. مصوبت خیلی آروم. من اینجا خیلی ضرب دیدم داخل ویدیوی قبلی و خودم بازی کردم. اینجا به یه صخره گیر کنه برگشتیم اول بازی. خیلی آروم مصوبی دازیم این بار. گوخ آماریکا. خب وایس. ببین اینجا چه جوریه؟ اینجا باید از این ور هول بدی بری رو این سنگ اونوریه، یعنی اینو هول بدی بری رو این. خیلی فهمیدید؟ نمیدونم میفهمید چی میگم یا نه، ولی باید بفهمید دیگه. موام چرا انقدر تخمی شده؟ گو خوردم. کجا موندم؟ آروم باش. باریکلا. حالا باید بیایم زیر لبتر. یه کوچولو بیاد بده. یه کوچولو حرام زاده. یه کوچولو. باریکلا. and sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. ساختم برشتم که دیشانومه نوشتم ای تاکسی بیو شوفر برد. Authentic to the process of building a game about. خفه شو حرام زاده خفه شو. A funny thing happened to me as I was building this mountain. خفه میشی؟ I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. اینا رو میبینی؟ Inability to get past the new obstacle. اینم میبینی نه؟ As a player, rather than as a اینم روش. imaginary mountains build themselves from our efforts to climb. اینجوری اینا همه با هم این شکلی تو مادر خرابت. از هم این طرف
از این طرف اینوری نمیدونم کدوم وری سخت‌تر دردناکتر میتونه باشه برای ما ساختم ما برشتم آیه تاکسی بیام شوفر برو ما ندیمش کن به علاوه اون چکشی که دستته. اینا همه با هم به صورت افقی که دیشانو منه وشتام نمیتونم دیگه نمیکشم دیگه بریدم خدایا برگشتیم پایین دوباره چرا ای خدا ببین خوبیش میدونی چیه این پر نگشتیم پایین وای ریدم تو چکشت بره تو کونت ایشالله. یه بار دیگه آرامش خودم رو حفظ میکنم. بازم آرامش خودم رو حفظ میکنم. آرامش خودم رو دیگه نمیتونم حفظ کنم. آرامشم رفته تو کون خر. آرامشم دیگه وای چرا من این گیمو برای اولین گیم چنل گیمینگ شروع کردم؟ برای چی اصلا کدوم سگی گفت این گیم برو کانتنت از این گیم در بیار؟ این گیم پر کونه. کانتنت چیه؟ اینجا بگیر مثل آدم برو بالا. وای ریدم تو این خونه. چرا لیزه وای این چقدر لوله تخماتیکه. آها بزن زیرت. میتونی گو میشه نخوری. اینو ببر زیرت. ببر زیرتر. بنداز زیرت. باری کلا با سر گل. خب این الان من نمیدونم چجوری ببرم رو اون. وای یه روزی میشه من میام اون چکشتو میکنم تو یه جاییت که نبینیش ولی دردشو بکشی. میفهمی چی میگم؟ به باریک یعنی به صورت باریک همینه. آفرین چکشتو کنترل کن. ببین من یه ذره آدم باشی چقدر مهربونم. وای یه لحظه بشین. گفتم چکشتو کنترل کن. گفتم چکش تخمیتو کنترل کن. باریکلا. ببین دفعه قبلی هم اومدی همینجا مثل تاپاله افتادی پایین. به خدای دوباره بیفتی پایین یه جوری میرینم دهنت که اصلا نه این الان مطمئنم اگه یه ذره اینو با شتاب هول بدم بالا مثل گوز میافتم. بابا خب این لیزه من چیکار؟ آها وای بر من Video game world, you're building with خفه زر نزن. You mold your ideas این into a چیزی set که of من shapes دیدم and حداقل تو ویدیوها اینه in که the اینجا باید process of چکش playing with them, they بزنم begin to زیر harden کونم. and set until they're immutable like rock. And at that point, برم you بالا change the world. بالا. Starting fresh with you. وای ریدم تو چکشت. ریدم تو کله کچلت. ریدم تو عضله‌هات. ریدم تو اون دیگی سیاهی که تو توشی. وای که هنوز نیفتادم پایین. خوبیش بابا خب لیزه نمیره بالا. وای وازلین مالیدی مگه به اونجا؟ وای بگوگوز. میرم تمومش میکنم. به
امام حسین اگه بیفتم پایین، به امام حسین اگه بیفتم پایین میرم تو. The soul would have no rainbow had the نمیتونم، من دیگه نمیتونم، من دیگه خفه شو. زر نزن گو نخور، نمیتونم. ببین یه پیام دارم برای سازنده این بازی عزیز، یک پیام خیلی کوچیک دارم برای سازنده این بازی. دوربینو بده. اینو میبینی؟ به همین بزرگی از اون پایین تا اون لوله هایی که اون پایین داره همش به صورت عمودی ها، یعنی اینوری، از تیزیش نه، از عمودی تو مادر خرابت. یعنی ما ساختم ما برشتم نشتم آیه تاکسی میام شوفر برو مهتابی بشه، مادرت شبیه مهتابی بشه، از تو بره اینا نور بزنه، مادرت بگه اوه، رو مادرت بشه پارتی گرفت. حروم زاده خارکونی. آقا من دیگه نمیتونم، من ریدم تو این گیم، حالم از این گیم داره به هم میخوره، حالم خود حالم از این گیم به هم میخوره. چنل رو ساب کنید، خدافظ. حالم از این گیم به هم میخوره. دوست دارم یه جوری شورتو در بیارم، اون چکشتو بگیرم بکنم تو. ساب کن. یه لحظه وایس، یه چیزی رو داشت. آلت F4 خدافظی کن حروم زاده، برو بمیر. ریدم تو این گیمی که ساختی، سازنده حروم زاده. مادرت بیزینسمنه تو دبی، اصلا بیزینس بعد مادرت تو شکل، مادرت چیماکاتوزیانه. بله سازنده حروم زاده.